بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده و بخشنده و بخشاینده مهربان، خداوندا که حکیم و دانا است. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی به همه کارهایی که میکنیم آشکارا و چی خفیتا، الله انشاءالله خدا خود دانا است. الحمدلله اجر و مکافات هر یک نیکی کننده را الله سبحانه و تعالی در این دنیا هم و در آخرت هم میدهد انشاءالله خدا خود. البته ما میشنیم برادران ما و شما یک چند مسافرها گرچند در مسافریت باشد هم الحمدلله برای یتیمان شیار زمین انشاءالله خدا خود دستگیری دارن. انشاءالله الله سبحانه و تعالی اجر و مکافات بیشمار میدهد. الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن کریم استعیذ بالله ان الصدقات للفقراء والمساکین، خداوند وعده میکنه که البته انشاءالله صدقه ها خیر و انسان برای که فقیران، بیچارهان، یتیمان ها انشاءالله خدا خواهد. کسی که خدا خواهد سری یتیم سیله میکند انشاءالله الله سبحانه و تعالی سری اون انسان سیله میکند. سیله کردنی الله بچی است به برکات دادن عمر، به برکات دادن روز، به برکات دادن کسب و کار و مالی اون انسان ها الله سبحانه و تعالی چکار میکند؟ برکات میدهد. البته ما آگاه باشیم که الله سبحانه و تعالی در هیچ چیز پوشیده نیست. خدا خواهد انشاءالله همه چیز خداوند چکار میکند؟ میداند، میفهمد انشاءالله. ولی همین برادری که خیر احسان دارن از تحت دل دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همین برادر را یک سمشن خدا وعده کرده ده انشاءالله. و امتای محمد که عمرهای کوته داریم یک سمه که در راه میتی خدا خواهد الله دست میتید. حضرت مولا میگه که چرا بر حق نبخشی قرض احسان که فردا ببینی جود سبحان. تو میمیری احسانت نمیرد زی تنگی های محشر دست بگیرد. ما میبریم انشاءالله این احسانهایی که میکنیم، این خیرهایی که میکنیم اینها نمیبرن خدا خواهد انشاءالله. این انشاءالله یتیمان از تحت دل خدا خواهد دعا میکنن. دعا را اساسش که نه آدمی که خدا خواهد محتاجه، اون انسان از قلبا انشاءالله خدا خواهد دعا میکنن. برای این برادر را خیر احسانشون الله به درگاهش قبول نماید. اولا انشاءالله در این دنیا اجر و مکافات شدید و اینچنین در آخرت هم حتی برای سخاوتمندان الله سبحانه و تعالی الهی یک دروازه باب الاسخیا هست انشاءالله خدا خواهد. برای سخاوت کنندگان خدا الهی دروازه دارد. از این دروازه همین برادری که خدا خواهد سخاوت میکنند خداوند انشاءالله داخلش بگرداند. در کجای باشن در امان خدا باشن. الله سبحانه و تعالی صحت برده شو با سلامت با یک چهره گشاده و این وطن عزیز به اهل خاندانشو برگشتنش الله نصیب بدارد. هرگز خداوند در کسب و کارهای آنها خداوند انشاءالله برکات عطا نمیاد. اگر این برادرها اگر نماز نخوانند، اگر نماز خوان باشن انشاءالله سعادت دو دنیا نمیرسن. باید که خیر به نماز، به طاعت، عبادت با انشاءالله نور بالای نور میشد. میکنیم که این برادرها را الله سبحانه تو در کجای باشن در حفظ و پناه خدای مهربان باشن. همیشه در عائله هاشو تینجی در یعنی عمرهاشون، رزقاشون، کسب و کاراشون الله سبحانه و تعالی خودش برکات عطا نماید. همیشه شادی و خرمی در اهل خاندان این برادرها باشند. ما از شما برادران یک جهان انشاءالله خدا خواهد تشکر زیاد میگیم. یک جهان منت داریم که گرچه یک سومان باشه خدا خواهد انشاءالله پلاس یک سخنی نیکم صدقه است انشاءالله خدا خواهد. یک دلالت کردن هم انشاءالله صدقه است. راه صدقه بسیار است. حتی فرمودند الصدقه ترد البلاء و تزید العمر. صدقه حتی اینکه خدا خواهد بلا دفع میکنه، حتی عمر شما را خدا خواهد زیاده میکند. از این حدیث مبارک عمراتون خدا برکات، کسب و کاراتون صحت برده، سلامت با یک چهره شده باز دیدار یک دیگر دیدن الله همیشه مناسب بیند. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. رحمت